السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قومای عزیز، خداوند از این آفتی که بالاتان آمده همتان نگه داره، اجر و پاداشی بزرگ نصیبتان کنه. انشالله خداوند هر چیزی که بالای بنده میبیاره او یک امتحان است، سبب کثافتی گناه بدبختای، اما چه علاج ما و شما هم مبتلا شدیم. لیکن انشالله صبر کنه، خداوند این مصیبت باز بالاتان دور میکنه. گویا کلمه حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خداوند به حق اسماء حسنات که تو خود خلاص کننده بنده هات هستی، قومای ما را و مردم مسلمان آنجا را از این سیلاب نگه دار، خانه هاشان با تینش کن، به خانه هاشان سلامت بازگردن. از این بیماری که امروز جامعه جهانی را مبتلا کردی از سبب کثافتی گناه های این بدبختا، خدایا همه امت اسلام خصوصا مردم ما را، مردم خیش تبارک که در قزاقستان خواه قزاق خود مسجای خادگاه، خدایا همش نگه دار پروردگار، همشان به تو امانت بسپاریم، نگهشان دار. سلامت باشی قومای عزیز، انشاءالله صبر کنه، خدا همش از شما دور میکنه. آمین یا رب العالمین.